نکن، گفتم فقط همون بازی رو انجام بده. تا حالا شده زیادی نگران رفتارهای کودکانتون باشید؟ شاید شما یه والد کنترلگرید. والدیه که مدام دستور میده، تصمیم میگیره، اجازه تجربه به کودک نمیده، نیتش خوبه اما نتیجهش چی؟ کودک والد کنترلگر کم اعتماد به نفس میشه، از اشتباه کردن میترسه و همیشه دنبال تایید بیرونی میگرده. کنترلگری یعنی تصمیم گرفتن به جای کودک، اما راه بهتر همراهی و انتخاب دادن به اون هست. با چند تغییر ساده میتونیم والد حمایتگر باشیم، نه کنترلگر. کنترلگری از نگرانی میاد، اما حمایتگری از اعتماد میاد. شما کدوم رو انتخاب میکنید؟